اقرأ ورتل باقتدار آناء ليلك والنهار. ازرع بقلبك آية لتفوز في جني الثمار. طب حياتك إنها بالذكر زاهية المنى. قوم لسانك مبحرا معنا على تاج الوقار. اقرأ ورتل باقتدار. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله و الصلاة و السلام علی رسول الله صلی الله علیه و سلم. عزیزان، در برنامه قبلی خدمت شما درباره عبادت‌های قلبی گفتیم که توحید در عبادات قلبی، یعنی انسان مسلمان قلباً توحید در عبادات خود چطور مراعات بکنه. ما بعضی از عبادت‌های قلبی داریم که اول عبادت قلبی نیت بود که درباره نیت صحبت کردیم و دومیش محبت بود که انسان مسلمان والذین آمنوا اشد حبا لله، کسانی که ایمان قوی دارن اینا بسیار محبت شدید و قوی با الله می داشته باشن. والذین آمنوا، کسانی که ایمان دارن محبت بسیار قوی با الله می داشته باشن. و گفتیم که این محبت دو بخش تقسیم میشه که یکی محبت خاص است و یکی عام است. محبت خاص محبت است که سه بخش داشت. بخش اولش محبت الله هست که این محبت عبادت بود و قسم دومش محبت فی الله که یک مخلوق را به خاطر الله دوست می داشته باشیم. و قسم سوم از این محبت مع الله هست که این بسیار خطرناک است. که محبت مع الله این هست که یک کس چی است به همراه الله یک کس دیگی را به مو اندازه دوست می داشته باشه مثل که الله را دوست داره. به همراه خوف و رجا یک جای باشه، یک کسی یک مخلوقی را دوست می داشته باشه به اندازه‌ای که او محبت حق الله هست ایره به این مخلوق میده که باز میشه در بحث شرک بیشتر سرش بحث بکنیم. خب، محبت مشترک محبت است که در این مخصوص خالق متعال نیست. این محبت است که در این چی می باشه؟ این هم سه قسم است و غالبا مثلا یکی محبت طبیعی هست. طبیعتا انسان به چیزهای مثلا محبت می داشته باشه، مربوط به عقیده نمی باشه. محبت مشترک مثلا یک گرسنه به غذا محبت می داشته باشه، یک تشنه با آب، یک نوشابه چی می داشته باشه؟ محبت می داشته باشه. پس این محبت چی است؟ محبت طبیعی است. و محبت شفقت و مهربانی دوم قسمش است. محبت شفقت و مهربانی است که مثلا پدر و مادر با اولادهای خود بسیار محبت شفقت می داشته باشن، پدر به فرزند خود زیاد محبت می داشته باشه. و قسم سومش محبت انس و الفت است که شما اگر که یک کسی زیاد زندگی میکنین با امرای از او انس میگیرین، عادت میگیرین، دوستان میشه، اگر از پیش شما جدا میشه از او خفه میشین. این محبت های هستن که به نام محبت مشترک میگن و این به عقیده تعلق نداره، بلکه انسان طبیعتا و یا به خاطر شفقت و به خاطر انس این محبت ها را می داشته باشه. قسم سوم از توحید که مربوط به عبادات قلبی میشد توحید در خوف است. خوف هم شما به معنای میگیم که خوف به معنای چی است؟ به معنای ترس است. خوف به معنای ترس میشه گفته میشه که خوف در لغت به معنای ترس است و در اصطلاح خوف است که انسان از یک بدی میترسه. پس ایره خوف میگن که انسان از یک بدی چی است؟ میترسه. اقسام خوف ایره علما میگن که خوف در حقیقت 4 قسم است. اول خوف توحیدی اعتقادی هست. خوف توحیدی اعتقادی هست که انسان مسلمان از الله، از عدالت الهی میترسه و این خوف به امرای محبت یک جای می باشه، به امرای رجا یک جای می باشه. فلا تخشوا الناس واخشونی، الله میگه فلا تخشوا الناس، از مردم در این راستا نترسین، واخشونی و از ما بترسین. چرا که این خود خوفه که ما از الله میترسیم، از عدالت الهی میترسیم و وقتی کدام گناه صغیره یا گناه کبیری را انجام میدیم
در وقت از گناه باید از الله بترسیم، این در حقیقت این خوف چی است؟ عبادت است. از این خاطر الله سبحانه و تعالی در سوره المائده آیت 44 میگه که فلا تخشوا الناس چی است؟ واخشونی و چی شود؟ و بترسین از مه، ولا تشتروا بآیاتی ثمنا قلیلا، و در مقابل آیات ما ثمن قلیل نگیرین که در مقابل پول آیات قرآن شما در معرض فروش قرار بدیم. دوم قسمش خوف غریزی هست. خوف غریزی چی را میگن؟ خوف غریزی که انسان خوف طبیعی است. طبیعتا انسان، مثلا انسان از یک درنده میترسه، پس این انسانی که از یک درنده میترسه یا یک انسان قاتل وحشی که میباشه از این میترسه، پس این خوف طبیعی است. طبیعتا انسان وقتی که از این چیزا میترسن این تعلق به عقیده نداره، بلکه طبیعتا انسان از این میترسه و این مربوط به عبادت نمیشه. قسم سوم خوف حرام است. خوف حرام کدام یکی است؟ خوفی است که انسان به خاطر ترس از یک مخلوق یک حکم شرعی را ترک میکنه، این خوف حرام میگن. در حدیث شریف ما میخوانیم که عن ابی سعید الخدری رضی الله عنه عن النبي صلی الله علیه و سلم قال لا يمنعن احدكم مخافة الناس ان يتكلم بحق اذا رآه. خب اینجا رسول الله صلی الله علیه و سلم میگه که لا یمنعن احدکم مخافة الناس، یکی از شما را منع نکنه خوف مردم ان یتکلم بحق اذا رآه او عرفه، که این حق بگه وقتی که حق میبینه و حق میدانه. بنابراین اگر کسی این حق را میبینه و میدانه و به خاطر مخافت مردم حق نمیگه، این خوف حرام است و ناروا هست و ناجایز است. و قسم چهارم خوف شرکی هست که انسان به مو اندازه که از الله باید بترسه ای از مخلوق میترسه، یعنی به مو اندازه که از الله میترسه ای از مخلوق میترسه و حق الله را به این مخلوق میده. پس این خوف شرکی هست، مثل که بسیاری از کسانی که عبادت اصنام و اوثان میکنن یا عبادت بت‌ها را میکنن، مشرکین، یا عبادت قبرها را میکنن. پس اینی بت پرستها و قبر پرستها و مخلوق پرستها و درخت پرستها که هستن، اینا از امو معبود باطل خود به مو اندازه میترسن که از الله میترسن، که باز ما شما در بحث شرک سرش یک مکس خواد کردیم. قسم چهارم از عبادات قلبی توحید در رجا هست. رجا به معنای آرزوی خیر و نزدیکی وقوع از او می باشه و رجا هم چی است؟ رجا هم سه قسم می باشه که یکی رجای اعتقادی توحیدی هست که یک نفر با الله امیدوار است. بسیار ما مسلمان ها موحدین امیدوار رحمت الله هستیم، امیدوار رحمت الله سبحانه و تعالی هستیم. پس وقتی یک انسان موحد امیدوار رحمت الله می باشه و همیشه انسان مسلمان باید امیدوار چی باشه؟ امیدوار رحمت الله باشه. ما لکم لا ترجون لله وقارا. ببینید الله میگه ما لکم، چی شده شما را؟ چرا شما برای الله عظمت قائل نمی باشین؟ یا مثلا ما لکم لا ترجون لله وقارا، الله میگه ما لکم، چی شده شما را که لا ترجون امید نمی کنین برای الله؟ متوجه هستین؟ وقار یعنی به عظمت عزو. وقد خلقکم اطوارا، دیگه بالاخره الله سبحانه و تعالی دلایل قدرت خدا میگه. و در آیت 218 سوره بقره الله سبحانه و تعالی میگه که ان الذين آمنوا، یقینا کسانی که ایمان آوردن، والذین هاجروا، و کسانی که هجرت کردن، و جاهدوا و جهاد کردن فی سبیل الله، در راه الله، اولئک یرجون رحمت الله، اینی کسانی هستند که حقیقتا رحمت الله را امیدوار هستند. والله غفور رحیم، و الله سبحانه و تعالی بخشاینده مهربان است. به می خاطر علی رضی الله تعالی عنه میگه که لا یرجون عبد الا ربه. در این قسمت که رجا امیدواری چی هست؟ امیدواری توحیدی هست. بنده باید بغیر از الله و کس دیگه
امیدوار نباشه. این امیدواری چی است؟ رجای توحیدی هست. دوم رجای طبیعی هست. رجای طبیعی یا غریزی است که انسان طبیعتا امیدوار می باشه برای یک کسی، یک انسان در دایره‌ای که او انسان توانایی از او را داره. و قسم سومش رجای شرکی هست که او رجای شرکی رجای هست که مثلا انسان امو توقعی را که از الله داره، او توقعی که باید از الله شوه او را از مخلوق چی میکنه؟ رجا میکنه. و یک نقطه که بسیار دوستای عزیز مهم است و سر از او باید ترکیز شوه، افراط و تفرید در خوف و رجا هست. یکی از چالهای خطرناک شیطانی است که گاه انسان در رجا بسیار افراطی میسازه و گاه هم در خوف بسیار افراط میکنه. مثالش مثلا شما ببینین یک کس پیش شما میه و اینا نماز نمیخونه، شما برش میگین چرا نماز نمیخونین؟ بیاین نماز بخوایم و نماز گپ زدن با الله هست و نماز امر الله هست و الله گفته که شما نماز بخوانین. پس این برای شما دلیل میگه که الله لک بخش است، لک ها گناه ها را میبخشه، این گناه مرا هم میبخشه. اینجا ببینین که افراط شد در چی؟ افراط شد در امیدواری، افراط شد. بعضی اوقات یک کس دیگه هست پیشتان میه، این برعکس از این در خوف بسیار افراط میکنه. یک گناه یک گناه کرده یا صغیره یا کبیره، شیطان برازی در قلبش اوتو تلقین میکنه که شما دیگه قابل بخشیدن نیستین، دوزخی هستین، خلاص واجب النار هستین. و این نفر پرسانشان که بسیار میترسه. پس اردوی از این مشکل است. اگر افراط در رجا شوه و یا افراط در خوف شوه، اردوش ناروا هست. بلکه قلب انسان مسلمان باید چی باشه؟ بین خوف و رجا باید باشه. وقتی یک گناه را میکنه، در وقت انجام دادن گناه باید از الله بترسه و وقتی که گناه را کرده هم باید از عذاب الهی بترسه، لکن در حین حال امیدوار رحمت الله سبحانه و تعالی باشه. یعنی تعادل در خوف و رجا این مراعات بکنه. از این خاطر علامه ابن قیم رحمه الله میگه مؤمن، در برنامه قبلی هم سر از این موضوع بحث کردم که علامه ابن قیم رحمه الله میگه که انسان مسلمان که هست که طائر مثل یک پرنده هست، پرنده که سرش محبت است، یک جناحش یک بال ازی چی است؟ خوف است و یک جناح یا بال یا دست ازی چی است؟ ای رجا هست. پس با محبت و خوف و رجا هر سه ازی با امرای هر سه ازی در قلب ازی وجود داره و این اساس عبادت الله سبحانه و تعالی را میکنه. قسم پنجم از عبادات قلبی توکل است. توکل که است این هم چند قسم دارد. اول توکل اعتقادی توحیدی هست. توکل اعتقادی توحیدی است که انسان یک کاری را انجام میده ظاهرا و نتیجه از او را قلباً به الله واگذار میکنه. مثلا دهقان گندم در زمین میکاره و حاصل از را قلباً به الله میگذاره که الله این گندم مرا ایره برویانه. پس هر کاری که میکنه در این کارهای خود چی میکنه؟ به الله توکل میکنه. شما ببینید در آیت شریف الله سبحانه و تعالی میگه و علی الله فتوکلوا و علی الله فتوکلوا این کنتم مؤمنین. شما به الله توکل بکنین این کنتم مؤمنین اگر شما مؤمنین واقعی هستین. و علی الله فتوکلوا ان کنتم مؤمنین. در آیت دیگه میگه و من یتوکل علی الله فهو حسبه. هر کسی به الله توکل میکنه این برش کفایت میکنه. پس این توکل چی است؟ توکل توحیدی است. توکل توحیدی چی شرط داره؟ این علما میگن که تقریبا چندین شرط داره که باید این شرایطش اگر در توکل انسان پیدا شوه این باز توکل توحیدی است. اولیه که انسان مسلمان باید عقیده داشته باشه که الله سبحانه و تعالی مالک متصرف است. یعنی مالک متصرف در کائنات الله است. این انسان مسلمان عقیده داره که مالک متصرف در کائنات الله سبحانه و تعالی است. وقتی که این عقیده را داشته باشه بناهن به کسی توکل میکنه که اون مالک متصرف است. این کائنات
مالکش الله هست، او خلق کرده و این در این تصرف میکنه. الله سبحانه تعالی نفع و ضرر و تمامش مربوط به الله میشه. بناهن به این شکل این انسان مسلمان چی میکنه؟ توکل میکنه به الله سبحانه و تعالی. دوم شرط توکل این است که اعتماد موثق به الله سبحانه و تعالی داشته باشه، که یعنی الله ذات است که باید بر او اعتماد موثق بکنه که این اعتماد قوی ازی منجر به چی شود؟ به توکل قوی بر الله سبحانه تعالی شود. و شرط سومیش است که عبادت قلبی را عملا در زندگی خود انجام بده. عملا در زندگی روزانه خود وقتی هر کار را میکنه به الله توکل بکنه و او را واگذار به الله بکنه که الله است. و چهارمیش دلیل شرطش است که حقیقت توکل باید بدانه، حقیقت توکل بفهمه. و او حقیقت توکل چی است؟ که اعتماد که اسباب که الله سبحانه و تعالی برش در عالم اسباب خلق کرده، باید از این اسبابی که در عالم اسباب است از این استفاده بکنه. یعنی چی است؟ الله سبحانه و تعالی شرطش اینمی هست که بین توکل قلبی و اسباب عملی جمع باید شود. این شرط است. توکل مربوط به قلب میشه و اسباب عملی باید اردوش جمع شود. من یک کاری را انجام میتم، مثلا رسول الله صلی الله علیه و به صحابی چی میگه که ناقه یا شتر رو ببند و با الله توکل بکن. پس این شرطش است که از اسبابی که الله بر شما خلق کرده از این اسباب استفاده میکنین، یعنی از اسباب دنیوی استفاده میکنین و به الله سبحانه و تعالی چی میکنین؟ به الله سبحانه و تعالی توکل میکنین. دوم قسم که از توکل طبیعی هست. توکل طبیعی کدام توکل است؟ که طبیعتا انسان مثلا با مخلوق در یک کارهای ظاهریه که او توانایی از را داشته می باشه بالا از او توکل میکنه، یعنی او را وکیل خود میگیره. مثلا شما در یک کار تجارتی ضعیف هستین، این را واگذار میکنین برای وکیلتان، میگین این وکیل ما هست. یا در یک مسئله قضایی شما کسی را، یک شخص را وکیل میگیرین که او قوانین و احکام و مسائل بیشتر میفهمه. پس شما او را وکیلتان میگیرین، به عوض شما اونا از شما در این مسئله، مثلا یا در مسائل اقتصادی یا در مسائل تجارتی یا در مسائل قضایی، اونا از شما وکالت میکنن. پس این وکالت که است امر جایز است و این طبیعتا هست و این مشکل ندارم. قسم سوم توکل جاهلانه هست. توکل جاهلانه کدام توکل میگن؟ که این توکل نیست بلکه توکل است. توکل است. او چی است؟ که اسبابی را که الله برش خلق کرده از این اسباب استفاده نمیکنه. مثلا پیشوری غذا شیشته، الله بر از که شما از غذا استفاده کنید دست خلق کرده، پس از دست خود خلق استفاده نمیکنه، منتظر از این هست که همین لقمه غذا مستقیما از غوری به دهان من به. و این توکل است، توکل نیست. از این خاطر وقتی که یک تعداد از حجاج آمدن به حج از یمن و عمر رضی الله عنه از اونها پرسان کرد که شما همراهتان توشه ها آوردین، مصرفتان نفقیتان آوردین؟ اونا گفتن نیست، ما به الله توکل کردیم. عمر رضی الله عنه برشان گفت که شما متوکلون نیستین، شما متواکلون هستین، یعنی توکل نکردین، توکل کردین. و این توکل جاهلانه هست که یک نفر اسباب دنیوی را نمیگیره و اسبابی را که الله خلق کرده برش او را استفاده نمیکنه، بلکه فقط قلبا میخواد که کارهای شوه. از این خاطر امام ترمذی رضی الله عنه از انس رضی الله عنه روایت میکند که قال رجل یا رسول الله، میگه یک شخصی گفتن که ای رسول الله صلی الله علیه و سلم اعقلها و اتوکل او اطلقها و اتوکل. گفت آیا من شطور خدا بسته کنم و توکل بکنم و یا اطلاق آزاد بگذارمش و توکل بکنم؟ قال، میگه رسول الله صلی الله علیه و سلم فرمود که اعقلها و توکل، شطور تا بسته بکن و توکل بکن، که اینی توکل به این شکل می باشه. و اگر شما او رو نمیکنین او توکل چی است؟ توکل است و توکل. قسم چهارمش که هست توکل شرکی هست. و توکل شرکی توکل هست که انسان در اموری که باید به الله توکل بکنه اینا به یک مخلوق توکل میکنن. یعنی عبادت قلبی توکل که مخصوص الله می باشه او را چی میکنه؟ به یک مخلوق میده و اینجا این شرک در توکل میگن. قسم ششم از عبادات قلبی
توحید در تفکر است. توحید در تفکر. تفکر یکی از عبادت‌های قلبی هست. الله سبحانه و تعالی در قرآن عظیم الشان در مورد در مورد توحید در عبادات قلبی الله سبحانه و تعالی این آیت شریفه میگن که آیت شریف سوره آل عمران آیت 190 و 191. ببینید در اینجا الله سبحانه و تعالی میگه که ان فی خلق السماوات والارض واختلاف الليل والنهار لآیات لأولی الالباب. ان فی خلق السماوات، یقینا که در خلقت آسمان ها، والارض و در خلقت زمین، و اختلاف اللیل و النهار و در اختلاف شب و روز، لآیات دلائل و نشانه های بسیار زیادی هست لأولی الالباب برای صاحبان قلب سلیم. ان فی خلق السماوات والارض، یقینا که در خلقت آسمان ها و زمین، و اختلاف اللیل و النهار و در اختلاف شب و روز، لآیات لأولی الالباب دلایل هست، نشانه هایی است برای صاحبان قلب سلیم. الذين، ببینید، الذين يذكرون الله قياما و قعودا و على جنوبهم. مؤمنان یعنی کسانی که صاحب قلب قوی و سلیم هستند. کدام مردم هستند؟ الذين، کسان هستند که یذکرون الله، ذکر میکنن، به یاد میآورن الله را، قیاما در حالت ایستاده، و قعودا و در حالت نشسته، و علی جنوبهم و به پهلو خفته، و یتفکرون، این ببینید در این قسمت، و یتفکرون فی خلق السماوات والارض، اینمی کسا تفکر میکنن در چی؟ در خلقت آسمان ها و زمین، که آسمان ها چگونه خلق شدن و زمین چگونه خلق شدن. وقتی در قسمت از اینا تفکر میکنن، بالاخره به نتیجه میرسن و میگن ربنا ما خلقت هذا باطلا، پروردگارا این همه را باطل خلق نکردی، سبحانک، پاکیست را یا الله، فقنا، پس ما را نجات بده، عذاب النار، از عذاب دوزخ. پس عبادت های قلبی ای چی هستن؟ خود تفکر در خلقت آسمان ها و زمین و در تمام مخلوقات، این یک عبادت از عبادات مهم قلبی هست که انسان مسلمان باید این خوب دقیق در نظر داشته باشه و همیشه در انفسکم، الله میگه و فی انفسکم، و حتی در نفس هایتان، چرا شما از عقل و فکر و بصیرتتان کار نمیگیرین و در آسمان ها و زمین و خلقت آسمان ها و زمین بالاخره فکر نمیکنین. پس خود فکر کردن در مخلوقات الله یکی از عبادات قلبی می باشه که انسان متوجه می سازه که الله سبحانه و تعالی چقدر نعمت ها و چقدر مثلا رحمت خدا بالای ما مثلا نازل کرده که این همه نعمت ها را در خدمت ما قرار داده. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. اقرأ ورتل باقتدار آناء ليلك والنهار ازرع بقلبك آية لتفوز في جني الثمار. طب حياتك إنها بالذكر زاهية المنى. قوم لسانك مبحرا معنا على تاج الوقار. ورتل باقتدار آناء ليلك والنهار ازرع بقلبك آية لتفوز في جني الثمار.